ما رو نشناختن. صبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هر چقدری که به خاطر ملت و کشور و آرامش امنیت لازم باشد هست، داریم این صبر. مرزی معین نداریم در این مسئله. حتی اگر فشارها و این مانع‌گذاری‌ها زیاد شود، تا اون حد ما صبر خواهیم کرد که طرف دیگر از کارهای شر کند. بالاخره اگر وجدان باشد خودش شر میکند که تا کی ما این همه فشار بالای یک گروه یک نیرو بریم، تا کی ما بزنیم، تا کی مورد علت و کوب قرار بدهیم. پس معلوم میشد که هنوز هم حزب نهضت را نشناختند. اینجا عکس در آمدم، عکس بالا برادرمون محمد علی حیدر دیدن که واقعا تبسم کرد، استاد سیدآزاد و دیگر دوستان. ببینید همون عکس بالای ما. این جواب خنده محمد علی خنده ساده نیست. انسان در این حالت وقتی که میخندد چند نشانه دارد. یکی جسارت و شجاعتش است، ارادش است. دیگری به حال همونها میخندد که هر چقدر بزنید ما به خشم و غضب نخواهیم آمد. تبسم ما جواب ماست. برادر محمد علی را نشناختند. فکر کردم که برادر سیف‌الله مثلا لط و کوب شود، این هم ارادهش میشکند، این هم میترسد. بعدا شما مقاله ها و نوشته های سیف‌الله را دیدید چگونه بود. اونا هنوز محمد علی را نشناختند. شاید کم کس بداند که محمد علی حیدر افسری بلند رتبه главный разведуправление СССР بودند. در سالهای جنگ بیشتری قهرمانی را دوستی را با احمد شاه مسعود همچون افسری شوروی داشتند و نماینده اصلی شوروی در رابطه با احمد شاه مسعود بودند در سالهایی که ارتش شوروی در افغانستان بود. برای آنکه احمد شاه مسعود را همیشه در چشم رهبریت شوروی سفید میکردند که این یک وطن دوست افغانستان است، دشمن نیست، جنایتکار نیست، برادر ما محمد علی حیدر را همچون دشمن خلق در زمان شوروی جنایتکار اعلام کردند. کراسنaya زویزدا را که این قریب اردن بالاترین اردن نظامی است برای قهرمان اتحادیه شوروی شدن، کراسنaya زویزدا را میدادند. از ایشان گرفتند، از تمام امتیازهای افسر شوروی محروم کردند، به تاجیکستان فرستادند برای گشودن پرونده جنایتی. ولی محمد علی حیدر با اراده‌ای که داشت اثبات کرد که هم خودش بیگناه است، هم احمد شاه مسعود جنایتکار نیست و پاتریوت افغانستان است. همه اون امتیازهایی که از دست رفته بود برقرار کرد. من نمیدونم اون کسی که زد رتبهش چی است، ولی با یک افسری بلند رتبه главный разведуправление СССР سر کار گرفته است. این ارادهش رو نمیشکند. پاک و پاکیزه و همون خیلی جسور و دلیر مانده است. وقتی شما میگید که نهضت چیکار میکند یا واکنش چی است، واکنش خیلی آرام در چارچوب قانون و فهمانده دادن به ملت و مردم است. دیگر ما راه نداریم. مرحمت رئیس شما خواهد درباره بعضی به هر صورت حالی بگید طرف دیگر میشه آشکارتر از طرف دیگر کی هست؟ یعنی منظورتون از طرف دیگر کی باید؟ مردم شهران خب در صحبتاتون در مورد خوبای سیام وقتی حادثه آقای حیدر شهر میدادید صحبت کردید، حالا آخر گفتید که طرف دیگر میشه گفت آشکارتر که طرف دیگر کی در نظر برید یا کدام کار در نظر برید کدام خوبه بگید. خب اصلا شهر بیشتر میدادید و سوال دیگر این است که اگر شرایط و فضا همینطور ادامه یابد فکر میکنید انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان چگونه خواهد یعنی چگونه برگزار خواهد شد؟ تشکر. خب اون قوه سیمی کی است؟ آشکارش را تنها مقامات تفتیشات گفته میتوانند که کی است. ولی ما فقط همین رو میتونیم بگیم که هر کی باشد، چی در بیرون کشور است، چی در داخل کشور، چی در حاکمیت کار میکند یا بیرون حاکمیت، او دشمنی ملت و دشمنی صلح و آرامش کشوری ما است.
ولی ما نمیخوایم حالا کسی رو گناهکار کنیم چون دلیل نداریم. اما درباره اون که وضعیت همیشه دوام کند، انتخابات ریاست جمهوری چگونه میگذرد، به فکر من یگان نیروی سالم در تاجیکستان منفعتدار نیست که انتخابات پرزیدنتی در یک حالت ترس و ناامیدی و بی‌ثباتی برگزار شود. چون انتخاباتی که در آن ثبات نیست، امنیت نیست و اصلا انتخابات نیست، رأی مردم درست گرفته نمی شود. برای همین ما مطمئن هستیم که از رهبریت کشور شروع کرده تا همه مسئولان بلندپایه دولتی و همه حزب‌های سیاسی همگان منفعتدار هستند که انتخابات آینده پرزیدنتی در یک شرایط آرام با رعایت قانون برگزار شود. من باز تکرار می‌کنم، کسانی که وقتی این جنایت رو انتخاب کردن هدفشون پیش از همه امنیت کشور بود، امنیت رو باید که برهم بزنن. هدفشون پیام پرزیدنت بود، باید پیش از پیام پرزیدنت وضعیت رو توضیح کنن که پرزیدنت اون حرفای مثبت و امیدبخش رو با مردم گفتن نتواند، بیشتر درباره امنیت و بی‌ثباتی صحبت کند. و این چنین یک هدف اساسیشون این با پرووکاسیون تیرا کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که میخواهند با این اقدامهایشان واکنش شدید و قاطعانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با وجود بیارند و باز یک بار دیگر شاید بعضی نیروها میخواهند که این ملت تاجیک را با استفاده از این شرایط سرکوب کنند. چون این ملت یک بار سنجیدن دیدن که ملت سرکوب شده، ترسیده از جنگ و از سلاح و از یراق، دیگر نه در فکر آزادی هست، نه در فکر انتخابات شفاف است، نه در فکر برق و در فکر زندگی سربلندانه هست. فقط یک آرزو دارد، نپرانند، نکشند، حبس نکنند. میخوان این ترس رو بار دیگر بالای ملت تحمیل کنند و ملت رو بخصوص این نسل دوم، نسل جوان رو باز هم در حالت سرکوب شده و در حالت یک ناامیدی پرورش دهند. چون یک نسل تاجیکان متاسفانه در نتیجه جنگ شهروندی سرکوب شد، غیرت و ننگ و ناموسش تا حد پایین رفت. دیگر وقتی که ملت را تحقیر میکنن بعضی سیاستمداران کشورهای دیگر، هیچ کس پیدا نمی شود، نه سیاستمدار، نه مقامات دولتی، نه یگان نفر دیگر بگوید که چرا ملت را تحقیر میکنید. چون این ملت سرکوب شده است دیگر. این نسل سرکوب شده، نسل جنگ زده است و باز میخوان که نسل آینده را که در رویه استقلالیت و شرایط بهتر تربیت شده است با یک فتنه، با یک پرووکاسیون دیگر این نسل را هم سرکوب کنند. مربوط به اون سوال اولین نشد فشار و تعقیب و به حزب و مثلا طوری که ما فکر میکنم همین هفته نوشته بودن در بدخشان مثل اونی که در نویه ونج برخی از کارمندان دولتی که از آزادی حزب شما را داشتند یا به طور فشار یا نمیدونم چطور، یعنی که به خاطر اونی که کار میکردن بیچاره مثلا همون اویلی که گیرن معاش گیرن فشار میآوردن که یعنی که عریضه نویسن و از حزب خارج شوند. آیا همین موردها به شماری اعضایان شما تأثیری منفی نمیگذارد و اگر آمار جدیدی در مورد تعداد اعضای شما در دست داشته باشید به ما میگفتید و در کنارش هم میگفتید که چند درصدشون دخترها و زنان هستند؟ تشکر. سلامت باشید. من اولا از مسئولین حزب خواهش میکنم که در همین فرصت نشست مطبوعاتی اگر امکان باشد آمار را در اختیار ما بگذارند. آقای وایدخان اگر اینجا باشد شما آمار آخر را بیارید، چون که من هم نگاه کرده بودم حالا رقم‌ها در یادم نیست. این حادثه‌هایی که فشار و بالای اعضایان حزب برای بیرون رفتن از حزب تأثیر خود را به شماره بیرون شدگان از صف حزب رسانیده است، ولی در مجموع اگر ما مقایسه کنیم کسانی که اعضای حزب میشوند در یک ماه مثلا و نفرانی که حزب را ترک میکنند، باز هم برتریت به طرف زیادشوی اعضایان است. برای مثال اگر پیشتر ما ماهی 600-700 اعضای جدید میگرفتیم، همگی 10-12 نفری داشتیم که از حزب خارج بشود، حالا اعضا قبول کرده شدیم 300، مثلا آمار آخر 300-350 بود.
ولی کسانی که حزب رو ترک کرده ایستادن ممکن تا 30 40 و بار تا 50 نفر هم میرسد. تاثیر خود را رسانده است ولی در حساب عمومی هنوز هم برتریت و بیشتر شدنی اعضا است. اگر بیارن حالا آمار رو من در اختیار شما میتونم. با همون جوان سلام. پیش از اونه که من سوال میتونم در شما همدردی خود را بیان میکنم. نه به خاطری که موبیل شما هست، به خاطری که ملت تاجیک است، شهروند جمهوری تاجیکستان است. سخن درباره فشارها میرد. سوال: به فکر شما چرا این همه فشارها درباره حزب نهضت شما میباشد؟ در حالتی که در جمهوری تاجیکستان 8 حزب است و در روزهای نزدیک 9 حزبش هم میبرد و اینها هیچ شکایتی ندارند. تشکر. شما اگر به باغ وارد شوید در اونجا درخت‌های گوناگون باشد و چند درخت میوه دارد، چند درخت دیگر تنها سایه میدهد، میوه ندارد. بیشتری سنگ به طرف کدام درخت پرتوخته می شود؟ برای آنکه میوه دارد. خب دیگر حزب ما همین است. در این چمن زیبای تاجیکستان درختان زیادند، حزبای سیاسی نیرو زیادند، ولی سنگ را تنها همون میخرد که میوه دارد. خیر خدا کند که میوه‌هاشون همیشه سالم باشد و یگان سنگ به طرفشون پرتوخته نشود. چون سنگ را به طرف درخت میوه‌دار نفر گرسنه میپرتوید. کسانی که به طرف حزب خلق دموکراتی سنگ نمیپرتویند پس سیر هستند. سیر معنوی، چشم سیر دارند، دیدی سیر دارند، نگاهی سیر دارند. ولی ما میوه زیاد نداریم، ولی باز هم سنگ به طرف ما میاد. خب اگر تا سیر شدن فرمایند با سنگ و هر چیزی که بزنن، فقط خواهش میکنیم در سر نزنن دیگر. چون همونطوری که برادر گفت این سری محمد علی نیست، این سری ملت است. سری سیف‌الله زاده، سری محمد علی، این سری ملت است. یک نفر